مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند، در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از ابوالقاسم لاهوتی، 2 ماه 4 سال 1939. رفیق محترم و عزیز، شما غزلی مرا در بیت شیرین خودتان آبی شرربار نامیده اید و با همین بیت با آن آبی شرربار نمک زده اید. تشکر. اینک برای شما یک شعری نو میفرستم. این شعر را می شود مبارزه نام داد، چرا که در ضمن گفتن چندین غزل شکوه روح مبارز آن را ایجاد کرده است. صحتی خود و بچه هایم رو به خوبی می روند. تأسف در این است که هنوز نتوانستم یک دچه یابم که تا وقت درست شدن دچه خودم در آنجا زندگی کنیم. در هر حال می کوشم که جای یابم. این شعر را هنر کرده پاک نویس کردم. بیشتر نوشتن نمی توانم. ببخشید. سلامتی شما را خواهانم. به بچه ها و خدمت مادرشان از طرف ما سلام گویید. با سلام و احترام، لاهوتی. پاسبان وطن. کشوری پر شرافت SSSR، وطنی بخت و خانه شادی است. این وطن در تمام روی زمین تکیه‌گاه و امید آزادی است. این وطن جای کامرانی ماست، روشنی بخش زندگانی ماست. به وطن دشمن ار هجوم آرد، کار ما را حقیر بشمارد. پاسبانی وطن ز جا خیزد، گرد از هستیش برانگیزد. سهمناک است پاسبانی وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. علم در ملک ما عمومی شد، صنعت از بچه های بومی شد. پاسبانش دلیر و بیباک است، دست او زورمند و چالاک است. شده تأمین از بقای وطن، قدرت و ثروت و صفای وطن. همه جا روز و شب کشد زحمت، دست فعال پاسبان شجاع. تا که گردد وطن پر از نعمت، هر مسلح شود برای دفاع. سهمگین است پاسبان وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. قلعه جاودانی است این ملک، جای رشد و جوانی است این ملک. پاسبانش جسور و پرهوش است، پای او هر یک زره پوش است. او به یک پای طی کند دریا، با یک کوه و دره و صحرا. آهنین پاست پاسبانی وطن، با چنین پا اگر زند اردنگ. از همان سرحدی وطن دشمن، دور افتد هزارها فرسنگ. سهمناک است پاسبانی وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. این وطن باغ و راغ و بوستان است، لانه بلبلی غزلخوان است. پاسبانش همه جهان داند، 176 زبان است. خصم خاین در آشکار و نهان، در حق ما اگر زند بهتان. پاسبان با همه زبان به سخن آید و خصم را کند رسوا. در بزرگی و افتخار وطن، پر شود از ترانه این دنیا. سهمناک است پاسبانی وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. این وطن گشت غرق آرایش، ملک کار است و قصر آسایش. پاسبانی وطن بود بیدار، خنجر او برنده جوهردار.
نظرش موشکاف و معجزه ساز، تیز و دشمن گداز و دوست نواز. گرگ اگر رود به خانه میش، خصم اگر خود نهان شود در مو. نتواند گریزد از تفتیش، یا بدان را نگاه نافذ او. سهمناک است پاسبانی وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. این وطن جای کوشش است و ظفر، ظفر این جا بود رفیقی بشر. پاسبانی وطن بلند سر است، سرش از هست و نیست با خبر است. بگذارد بدن شود گمراه، که نیفتد ز گمراهی در چاه. پاسبان دایما جوان باشد، تنی پرزور و پرهنر دارد. آن تن البته جاویدان باشد، که چنین عقلمند سر دارد. سهمناک است پاسبانی وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. دل این مملکت بود پرشور، به تمامی بدن رساند زور. دشمن ار خیرگی بیفزاید، تا به دروازه وطن آید. می رساند دلی وطن مسکو، به تمامی بدن حرارت نو. پاسبانی وطن به حکم سرش، به تأمل به دشمنان تازد. دست و پا و زبان و چشم و پرش، زده بدخواه را فنا سازد. سهمناک است پاسبانی وطن، نام او خلق پهلوانی وطن. یکم دهم مارت سال 1939 مسکو، لاهوتی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از ابوالقاسم لاهوتی، 6 مارت سال 1939. استاد جان، می بخشید که مختصر می نویسم. حالا 39 درجه و نیم تب دارم. فقط می خواستم خواهش کنم که در غزل کارش همه ناز است، مصرعی جان می دی همش در عوض و بوسه و گوید را تماما بتراشید یا سیاه کنید، بجایش بنویسید جان در عوض یک نگهش دادم و گوید. بخت سرکشی می کند. به خانه استراحت آمدیم، همه کسل شدیم. همین دقیقه از خانه دیگر، اتاق پهلوی من، صدای گریه و ناله پسرکم گیو را می شنوم و دلم پاره می شود. در میان ما یک بانو صحت مانده است. او هم در عرفه بیماری است. چندین شب است که نمی خوابد و بیمارداری می کند. به شما و عائله‌تان سلام می رساند. بچه های عزیز و مهربانتان را از من سلام گفته ببوسید. با سلام و احترام، لاهوتی. 7 ماه 3 سال 1939 ساعت 4:06 صبح. پرواز کنه مرغ وفا، بال و پرت کو. گل ده دیگر نخل سعادت،
ثمرت کو؟ بیماری و بیداری و تنهایی و ظلمت کشتند مرا ای شب هجران، سحرت کو؟ در دور و بر قلعه امید شدم پیر، ای خانه ویرانه بیرخنه درت کو؟ جانان به سرت آمد و خاموش گذر کرد، برخیز مگر مرده ای دیل شررت کو؟ ابروی کجش سوی من از مهر اشارت، کی می کند ای راستی آخر اثرت کو؟ دل برزی فداکاری و اخلاص کند بحث، ای جانی بلب آمده گپ زن هنرت کو؟ با وی بگو ای صاحب چشمان شفا بخش، پس جانب این خسته مسکین نظرت کو؟ لاهوتی با 40 درجه تب در سناتوریا. چی دردی سخته یا آتش فشان تبی دارم، سحر نمی شود اصلا عجب شبی دارم. همان وقت سامیان ایزدمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامش شد، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلقی ما را دفتری عینی شهادت